دوستای گلم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. این باری که میبینید سنگایی هستن که ما به صورت راف کیلوی 50-60 تومن میفروشیمشون و امروز تصمیم گرفتم یکی دو تا از اینا رو بردارم ببینم اصلا اینا داخلش چی میتونه باشه. توپیای شانسی هستن. حالا ما همینجوری اتفاقی یکی دو تا رو بر میداریم، این دو تا پوستشون سبزه، اینا رو بر میداریم بریم برش بزنیم ببینیم داخل این توپیا چی خواهد بود. با ما همراه باشیم. خب دوستان، همون توپی که ما میخواستیم به یه قیمت ناچیز بفروشیمش وقتی برش خورد تبدیل شد به این کار زیبا. به به، یه عقیق سلیمانی لیزری با زمینه یاسی.